دوستان وقتتون بخیر باشه. به چنل آموزشی دویچ لرنر خوش اومدین. توی این سری از ویدیوهای آموزشی قصد داریم ما با هم دیگه کلمات کتاب اونیزیشای دقای رو کار بکنیم و با اولین متنی که توی این کتاب اومده میخوایم شروع بکنیم که صفحه 8 کتاب هستش. خب اینجا تیتری که برامون نوشته Das Deutsche Bildungssystem. بیلدونگسیستم میشه سیستم آموزشی و کلا تیترش داره راجع به سیستم آموزشی توی آلمان صحبت میکنه. خب اول بیایم این تصویری که حالا این پایین برامون خودش کشته رو با هم دیگه یه نگاهی بندازیم. این پایین برامون نوشته دی گروندشوله که میشه همون دبستان خودمون. زیرش هم برامون نوشته از کلاس اول تا چهارم. بعد از دبستان، یعنی بعد از اینکه اینا کلاس چهارمشون تموم میشه، اینا میتونن توی 3 تا مدرسه مجزا درس بخونن، حالا بسته به اینکه میخوان برن دانشگاه یا میخوان آشبیلونگ بکنن در انتها. خب توی این متن راجبش توضیح میده که میگه به این سیستم سگانه هم گفته میشه که به خاطر همینه. خب اینجا داس گومنازیوم که تقریبا همون دبیرستان خودمون برامون نوشته از کلاس 5 تا کلاس 13. دی قال شوله که نوشته از کلاس 5 تا کلاس 10 و دی هاوپت شوله که اینجا هم دوباره اینم نوشته کلاس 5 تا 10. سمت راست برامون نوشته دی فردر شوله که این مدارس استثنایی یا مدارس ویژه هست برای بچه‌هایی که حالا یه سری اختلالاتی دارن، مثلا اختلال بینایی، اختلال ذهنی. خب یه چیز دیگه هم که حالا توی این تصویر داره به ما نشون میده، میگه که اینا که گومنازیوم شرکت بکنن، مدرک پایان فارغ التحصیلی که دریافت میکنن آبیتوا هست که اسم دیگه آبیتوا هوخشولغایفه که حالا این مدرک به اینا مجوز اینو میده که وارد دانشگاه بشن. این بالا هم نوشته Das Studium an einer Universität oder Fachhochschule. حالا اگه اینا قائلشوله رو بگذرونن، مدرکی که در پایان میگیرن مدرک فارغ التحصیلیشون میشه در قائلشوله ابشلوس و اگه اینا هم هاپتشوله بگذرونن مدرک فارغ التحصیلیشون در نهایت میشه هاپتشوله ابشلوس. خب بریم بالاتر متنی که نوشته رو بخونیم. Alle Kinder müssen normalerweise ab 6 Jahren die Grundschule besuchen. میگه که همه بچه ها باید نورمالوایز هم که قیده، یعنی در حالت نرمال، در شرایط معمول، از 6 سالگی گرونشوله هم که میشد دبستان، بزوخن هم که گذروندن، میگه باید دبستان رو بگذرونن یا باید دبستان برن. Nach der 4. Klasse wechseln sie auf eine weiterführende Schule. خب اینجا wechseln auf رو داریم به معنی تغییر دادن یا انتقال پیدا کردن. اینجا هم weiterführende Schule به معنی مدرسه متوسطه یا مدرسه ادامه دهنده هستش که یکی از این 3 تا رو میگه. ادامهش هم نوشته die Hauptschule, die Realschule oder das Gymnasium. پس میگه که بعد از کلاس 4 اینا انتقال پیدا میکنن به یک مدرسه متوسطه که میتونه گومنازیوم، قالشوله یا هاپتشوله باشه. Diese 3 Schulen sollen auf unterschiedliche Berufsfelder vorbereiten. خب vorbereiten auf رو داریم به معنی آماده کردن برای. Berufsfelder میشه زمینه های شغلی، مثلا فنی، پزشکی و غیره. پس میگه که این 3 تا مدرسه باید برای زمینه‌های شغلی متفاوتی آماده بکنن. Deshalb bezeichnet man das deutsche Schulsystem auch als dreigliedriges Schulsystem. bezeichnen als یعنی نامیدن به عنوانه. deshalb هم که یعنی بنابراین. میگه بنابراین مینامه آدم سیستم آموزشی آلمان رو به عنوان سیستم آموزشی سگانه. پس این هم میشه سگانه 3 مرحله. Nach der Hauptschule oder der Realschule kann man eine Berufsausbildung machen. میگه بعد قالشوله و هاپتشوله آدم میتونه آسبیلونگ بکنه.
Für einige Berufe braucht man einen Hauptschulabschluss, zum Beispiel für Handwerkberufe. هندورکس میشه شغل‌های فنی مثل بنایی، آشپزی، جوشکاری و از این قبیل شغل‌ها. میگه که برای تعدادی از شغل‌ها احتیاج داره آدم مدرک فارغ التحصیلی Hauptschule رو. Andere Berufe kann man wählen, wenn man einen Realschulabschluss gemacht hat, beispielsweise kaufmännische Berufe. خب میگه برای شغل‌های دیگه آدم میتونه انتخاب بکنه وقتی که مدرک فارغ التحصیلی قائل‌شوره رو دریافت کردش. مثلا این کافمنیشه بقوفه میشه شغل‌هایی که مربوط به مدیریت و بازرگانی هستن. Nach der Realschule kann man aber auch aufs Gymnasium wechseln. دوباره wechseln auf به معنی انتقال پیدا کردن. Und dort das Abitur machen. خب میگه که بعد از قائلشوله آدم میتونه بره گومنازیوم و اونجا آبیتوها یا همون دیپلم آلمانی رو دریافت بکنه. Man nennt das Abitur auch Hochschulreife. میگه آدم مینامه آبیتوها رو همچنین Hochschulreife که این قسمت هم گفتیم هم بهش آبیتوها میگن هم بهش Hochschulreife میگن. حالا ادامهش هم میاد که دلیلش رو توضیح میده. Weil man danach an einer Hochschule, also einer Fachhochschule oder einer Universität studieren kann. میگه چون آدم بعد از اون توی هوchschule یا فachhochschule یا دانشگاه میتونه تحصیل بکنه. Fachhochschulen sind in der Regel stärker praxisorientiert als Universitäten und bereiten meist auf einen konkreten Beruf vor. خب میگه فاخوخشوله ها این در قگل یعنی به صورت نرمال در حالت معمول. پرکتیس اورینتیرت یعنی عملگرا. میگه این عملگراتر هستن نسبت به دانشگاه ها و برای کنکرت هم که به معنی مشخص معین. میگه برای شغل های مشخصی آماده میکنن. خب ادامهش خب ما کلمه فخ رو داریم که جمعش هم میشه فیشا. فاخ میتونه به معنی درسای مدرسه مثل ریاضی فیزیک باشه یا میتونه رشته دانشگاهی باشه. اینجا در ادامهش فیل تشنیش فشا کان man an Fachhochschule studieren. میگه خیلی از رشته های فنی رو آدم میتونه توی فاخوخشوله هم تحصیل بکنه. Es gibt in Deutschland auch Gesamtschulen. An diesen Schulen kann man einen Hauptschulabschluss, einen Realschulabschluss oder das Abitur machen. پس میگه یه سری مدارس دیگه هم تو آلمان وجود داره که بهش گزامشوله گفته میشه. اینجا ما گفتیم بعد دبستان یا گروندشوله اینا میتونن به گومنازیوم، قائلشوله یا هاپتشوله برن. این میگه که توی این گزامشوله ها اینا دیگه از هم جدا نمیشن، همشون با هم دارن تحصیل میکنن و در پایان میتونن آبیتور، قائلشوله آبشلوس یا هاپتشول آبشلوس رو دریافت بکنن. خب ادامهش منشن میت به این ترشتیگونگ به معنی اختلالات. besuchen häufig Förderschule. Förderschule هم که گفتیم میشه مدارس استثنایی یا مدارس ویژه. پس میگه که آدم‌هایی با اختلالات میگذرونن غالباً مدارس استثنایی یا ویژه رو. Diese Förderschulen haben einen bestimmten Schwerpunkt. به معنی تمرکز هست Schwerpunkt. میگه که این مدارس استثنایی تمرکز خاصی دارن. Zum Beispiel gibt es Schulen für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung. میگه برای مثال وجود داره مدارسی برای افرادی با اختلالات بینایی، eine Sprachbeeinträchtigung، اختلالات گفتاری، oder für geistig beeinträchtigte Menschen، یا برای آدم هایی که حالا از نظر ذهنی دچار اختلال هستند. Diese Schulen sollen aber abgeschafft werden. abschaffen به معنی منحل شدن. میگه بهتره که این مدارس منحل بشن. Man will erreichen, dass Schüler mit Beeinträchtigung zusammen mit allen anderen Schülern lernen und man nicht mehr zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung unterscheidet. unterscheidet به معنی تفاوت قائل شدن. میگه آدم به این نتیجه میرسه که دانش آموزان با اختلال
باید به همراه بقیه دانش آموزان یاد بگیرن و آدم نباید بین آدم‌هایی با یا بدون اختلالات تفاوت قائل بشه. Dieses Konzept wird Inklusion genannt und basiert auf einer Konvention der Vereinten Nationen. خب میگه که این مفهوم بهش اینکلوزیون گفته میشن که یعنی نامیده میشه، یعنی به معنی نامیدن. اینکلوزیون هم یعنی ادغام. بازیرت آف یعنی مبتنی هست بر، کنونسیون یعنی پیمان یا قراردادنامه، Vereinten Nationen هم میشه سازمان ملل متحد. Gesamtschulen und Inklusion sind Beispiele für Veränderung im deutschen Schulsystem. میگه گزامشوله که توش تفکیک نمیشدن دانش آموزان و میتونستن هر کدوم یکی از فارغ التحصیلی ها رو دریافت بکنن، و ادغام که میگه که کسایی که حالا اختلال دارن و با بقیه آدم ها درس بخونن، مثال هایی از تغییرات در سیستم آموزش آلمانی هستن. Jedes Bundesland hat seine eigene Schulpolitik und deshalb gibt es in verschiedenen Bundesländern verschiedene Reformen oder Reformpläne. میگه که هر ایالت سیاست‌های مدرسه خودش رو داره و بنابراین وجود داره در ایالت‌های مختلف رفرم به معنی اصلاحات متفاوتی یا برنامه‌های اصلاحاتی متفاوتی. Zum Beispiel kann man in einigen Bundesländern das Abitur schon nach 12 Jahren machen. برای مثال میتونه آدم تو بعضی از ایالت‌ها آبیتور یا دیپلم رو بعد از 12 سال بگیره، یعنی 12 ساله بگیره. Es gibt auch viel Kritik am dreigliedriges Schulsystem. میگه انتقادهای زیادی هم به این سیستم آموزشی سگانه وارد میشه. Deshalb plant man zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen Schulen, an denen alle Schüler bis zur 10. Klasse zusammen lernen können, sogenannte Sekundarschule. Sogenannte یعنی به اصطلاح. میگه که بنابراین برنامه ریزی میکنه آدم توی این ایالت که همه دانش آموزان تا کلاس دهم با هم یاد میگیرن که به اصطلاح به اینجور مدارس سکوندارشوله گفته میشه. Kinder und Jugendliche sind in Deutschland je nach Bundesland 9 bzw. 10 Jahre schulpflichtig. شولپflichtig صفته و به کسایی میگن که مجبورن یا موظفن توی مدرسه حضور پیدا بکنن. پس داره از تحصیل اجباری توی آلمان صحبت میکنه. میگه که بچه ها و جوونه ها توی آلمان بسته به ایالتشون 9 یا 10 سال شولپflichtig هستن، یعنی موظفن که توی مدرسه حضور پیدا بکنن. Wenn sie die Schule nach 10 Jahren verlassen, müssen sie aber im Rahmen ihrer Ausbildung weiter eine Schule, meist eine Berufsschule besuchen. و میگه که فرلاسن به معنی ترک کردن. میگه بعد از 10 سال اگه اونا بخوان مدرسه رو ترک بکنن، بعد تو چارچوب آسبیلونگشون یه شوله که اکثرا Berufsschule هست رو بگذرونن.